چقدر ما در بحران حرف بی خود میزنیم. 1,800,000,000 تومان شهرداری تهران وام میده به تمام کسانی که خونه هاشون به هم ریخته. یارو تو خونه نشسته میبینه وام به نگرفته، میگه خوردن، بردن، دزدیدن، منو حساب نمیکنن، منو آدم حساب نکردن. رو روان مردم راه میریم. مثل ریگ گفتم تو کفش ملت. بنیاد مستضعفان تقبل کرد سیمان مجانی همه خانه ها رو بده. خب غلط میکنی اگه نمیدی مصاحبه میکنی. همه آنها در هتل‌های مستقر هستن، بالاترین امکانات رفاهی رو دارن. بعد می‌بینی بدبخت رو زمین مونده، وسایلش هم رو زمین. خب بیخود میکنی تو وقتی کاری نمی‌کنی. میگه به من دولت یعنی این، یعنی مصاحبه الکی کردن. کنترل که نداره خواهر. شما یه بار جمع کن ببین تو این بحرانا این قولایی که میدن بنویس. خودت میگی کاش منم یه موشک خورده بود ما هم از این امکانات استفاده می‌کردیم. پروژه هم جمهوری اسلامی متولی تأمین خسارت‌ها به افرادش بوده که شامل 3035 پرداخت خسارت خودرو، 2200 خسارت اخشام و 8000 مورد خسارت زمین‌های زراعی در مناطق مختلف. هر جایی که خسارت دیده بوده ناشی از جنگ سه بوده وظیفه الهی و انسانی خودش بوده که انجام بده. چون مردم لبنان مردم عزیزی اند. اما خدا رو شکر وضعیت ما از قبل بهتر شده. به خونه هامون برگشتیم.